میدونی یه کاری هست که خیلی‌ها هر شب قبل خواب انجامش میدن و میگن زندگیشون رو عوض کرده. نه سحر و جادوه، نه معجزه. یه روش راحت و ساده که خیلی از ثروتمندا و افراد موفق ازش استفاده میکنن و گفتن که انجام دادن مداوم و مستمر اون باعث شده که خواسته هاشون یکی یکی محقق بشه. پس لطفاً دست کم نگیرش. این روش خیلی راحت و کار خاصی هم نیازی نیست انجام بدی. برای تمام خواسته های کوچیک و بزرگ هم جواب میده. سلامتی، عشق، ثروت و هر خواسته دیگه‌ای که داری. فقط طبق اصولی که گفته میشه باید انجام بدی. و چند تا نکته داره که در ادامه برات شفاف سازی میکنم. فقط چون توسط ضمیر ناخودآگاهت انجام میشه، لطفاً به چگونگیش و اینکه چطور قرار انجام بشه اصلا فکر نکن، چون اصلا به ما ربطی نداره. خب بریم سراغ نکته هاش و روش انجامش و در انتها هم برای تأثیر بیشتر دعای حضرت سلیمان رو میگم که میتونه انرژی این روش رو بالا ببره. نکته اول نوشتن خواستته، یعنی یه برگه برمی‌داری و یکی از خواسته‌هاتو می‌نویسی. وقتی خواسته‌هاتو می‌نویسی در واقع داری به مغزت میگی ببین این چیزی که میخوام واقعیه، جدیده، فقط یه فکری تو هوا نیست. نوشتن شبیه فرستادن یه نامه است به خودت، به ناخودآگاهت، به خدا. و جالبه بدونی که تحقیقات روانشناسی نشون داده نوشتن خواسته ها باعث میشه بهتر بخوابی و اضطراب کمتری حس کنی. حالا چی می نویسی؟ یه جمله ساده ولی مشخص. خیلی راحت، نه سخت نه عجیب. حتی برای تاکید بیشتر موقع نوشتن با صدای بلند بخونش. این کار به ضمیر ناخودآگاهت تاکید میکنه که من واقعا اینو میخوام. نکته دوم، شکرگزاری کن. یادت نره شکرگزاری مثل کود واسه رویاهات. هرچی بیشتر بابت داشته‌هات شکر کنی، ذهنت بیشتر آماده دریافت چیزای جدید میشه. پس حتما اول نوشتن خواستت شکرگزاری کن. حتی میتونی بنویسی متشکرم برای آرامشی که دارم، یا مثلا من سپاسگزارم که خونه رویاهام رو خریدم. متشکرم برای بدنی سالم، ذهن قوی و قلبی مهربون. نکته سوم، بذار زیر بالشتت. آره درست شنیدی، بذارش زیر بالش. اون برگه‌ای که خواسته تو نوشتی بذارش زیر بالشتت. نه برای اینکه کائنات جادوش کنن، برای اینکه هر شب وقتی میخوای بخوابی یه حس آروم از داشتنش توی دلت زنده بشه. اون نوشته مثل یک فانوس وسط تاریکی شک‌هات. یادت میاره چرا شروع کردی. نکته چهارم، تجسم کن. توش زندگی کن. چشماتو ببند، نفس عمیق و تصور کن بهش رسیدی. اون لحظه‌ای که در خونتو باز میکنی، بوی چوب نو، صدای پاهات روی سرامیک. اون لحظه‌ای که نتیجه آزمونتو دیدی و زدی زیر گریه. اون لحظه‌ای که عشقت دستتو گرفت و گفت دمت گرم، موفق شدی. تجسم فقط فکر کردن نیست، یعنی بری توی اون لحظه، حسش کنی، بو کنی، بخندی. این مرحله سخت‌ترین مرحله است، چون ضمیر خودآگاه مقاومت میکنه. چجوری میشه؟ مگه میشه؟ من که الان پول ندارم، با جیب خالی، چطوری آخه؟ اگه بخوای به این چیزا فکر کنی، تمام افکارت منفی میشه و کار خراب میشه. پس لطفاً به چطوری انجام شدنش اصلاً فکر نکن تا بتونی جواب بگیری. چطوریش به ما اصلاً ربطی نداره. حتما همین امشب امتحانش کن. یه برگه بردار، یکی از خواستهاتو بنویس، با شکرگزاری شروع کن نوشتتو و زیر سرت بذار. تا اینجا اگه دوست داشتی حتما ویدیو رو لایک کن تا بریم سراغ نکته پنجم. نکته پنجم دعای حضرت سلیمان. اینجاست که یک انرژی عجیب وارد میشه. ذکری که حضرت سلیمان بعد از کلی شکست و آزمون باهاش ثروت و عظمتش رو خواست.
رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوهاب. البته نیازی نیست تمام ذکر رو بگی. تو فقط تکرار کن انک انت الوهاب. یعنی چی؟ یعنی بی نهایت بخشنده. فقط تویی. فقط تو. با این ذکر شرط تسلیمیت رو به جا میاریم. یعنی به خالق اعلام میکنیم که من این خواسته رو میخوام. باهاش حال میکنم. حسم خوبه. دوست دارم بهش برسم. خودمو توی خواستم تصور میکنم. ولی در نهایت اون تویی که میتونی برآوردش کنی. قدرت و ثروت مطلق تویی و من تسلیم امر تو ام. این ذکر به خواستت انرژی الهی و معنوی میبخشه و دلتو آروم میکنه که خواستت هر چقدر هم که غیر ممکن باشه بازم قرار توسط کسی به ظهور برسه که غیر ممکن براش معنا نداره. یقینتو بالا میبره و ظهور خواستت زودتر انجام میشه. شک نکن. اگه این روش رو دوست داشتی امشب ازش استفاده کن. خواستتو بنویس، با عشق تجسمش کن، شکرگزاری کن و با ذکر انک انت الوهاب و یک لبخند رضایت و توکل بخواب. اگه نتیجه گرفتی یا حس خوب داشتی حتما با همون به اشتراک بگذار. شاید همین تجربه تو چراغ راه کس دیگه ای باشه.